در ست نخست تیم ایران بازی رو منطقی آغاز کرد. تمرکز بر دفاع روی تور و مهار آبشارهای قدرتی حریف در دستور کار شاگردان ولاسکو قرار داشت. پاس کوتاه سعید معروف و آبشار دیدنی محمد موسوی امتیاز آخر رو برای ایران به ارمغان آورد تا این ست 25-17 به سود ملی پوشان تمام بشه. در ست دوم اوضاع تغییر کرد. استرالیا با تمرکز روی ارسال سرویس به منطقه 4 زمین ایران 3 امتیاز پیش افتاد. در حالی که ملی پوشان ایران حریف رو دست کم گرفته بودند، اختلاف امتیازها همچنان زیاد میشد. در نهایت استرالیا 25-18 این ست رو برد. در ست سوم بازیکنان بلندقامت استرالیا بالاتر از دست دفاع اول ایران آبشار می‌زدند و از ناهماهنگی ایران در دریافت نهایت استفاده را می‌بردند. سرمربی استرالیا دست ولاسکو رو خونده بود. استرالیا این ست رو هم 25-18 به سود خود تمام کرد. در ست چهارم چیزی برای از دست دادن وجود نداشت. در حالی که همچنان حمزه زرینی در حملات قدرتی برابر سد دفاعی استرالیا ناکام بود، دریافت‌های سالم به سعید معروف نمی‌رسید و پاسور تیم ملی نمیتونست سرعتی ها رو تغذیه کنه. تیم ایران 3 امتیاز از حریف خود عقب افتاده بود که فرهاد قائمی از ناحیه پا مصدوم و ولاسکو مجبور شد تا پوریا فیاضی رو به جای او به زمین بفرسته. استرالیا امتیازهای حیاتی رو به سود خود رقم زد و ست سرنوشت‌ساز 25-23 به سود این تیم تمام شد. استرالیا با ثبت سومین پیروزی خود 9 امتیازی شد و همچنان صدر نشین این مسابقاته.